سلام آقا یاسین. اینجوری مست اون از دست این آقا تهیه کننده چجوری واسه ما گذاشته. سلام آقا یاسین، خوبی؟ آره. خیلی خوش اومدی به برنامه خودت. مرسی. بریم سر اصل مطلب. بریم. بچه یعنی چی به نظر شما؟ بچه یعنی من، اون نفس، زندگی. مامان بزرگم میگه بچه همه زندگی بابا مامانشه. بابا بزرگم هم میگه بچه گوله نمک زندگیه. بچه که نباشه زندگی بی نمک میشه. آقا یاسین. بله. دیگه چی از بچه میدونی؟ بابا بزرگم هرچی رو نمیدونه منو میگیره بغل مچم میکنه، این شکلات بهم میده، منم 30 تا پیاز قضیه رو لو میدم میذارم کف دستش. اون وقت میگه حرف راست رو باید از بچه شنید، از بچه. خب آقا یاسین. بله. شنیدی میگن هر آن کس که دندان دهد نان دهد، یعنی بله. چی؟ قبل از اینکه من به دنیا بیام داییم عروسی کرده بود، هنوز بچه نداره. بعد مامان بزرگم یه بار اومد بهش گفت یه بچه بیار زندگیتون شیرین شه. بعد میگه بچه پوشکش خرج داره، بچه شیر خشکش خرج داره، بچه کلا خرج داره. بعد مامان بزرگم گفت هر کی دندونشو میده نونشم میده، بچه روزیشو خودش میاره. بعد بهتر بگم هر آن کس که دندان دهد نان دهد. تو خودت یکی دونه ای؟ بله. تو هم داداش خواهر میخوای؟ آره. نظرتون راجع به این چیه؟ آقا من خجالت میکشم بگم. نمیتونم. نه خجالت نکش عمو. من اگر در آینده بخوام تشکیل خانواده بدم، آفرین. اگر خانومم یکی یه دونه باشه، بعد خودم هم یکی یه دونه باشم، بچه همون چرا نه دایی دارن، نه عمو دارن، نه خاله دارن، نه عمه دارن. یعنی که شما اگر یکی دونه باشی خانومتون یکی دونه باشه در آینده بچه‌هاتون دایی و عمه و خاله و عمو ندارن، بیچاره بچه‌ها. خب آقا یاسین. بله. شما در مورد این مشکل با بزرگترها صحبت نکردی؟ با بابا مامان صحبت نکردی؟ چرا؟ یه روز بابام داشت با یخچالمون با پیشگوشتی برمیرفت. گفتم بابا من یه داداش میخوام. گفت برو بچه سرزیادی نکن، برو. نرفتم. شما داداش و خواهر دوست داری؟ بله. من از خدا میخوام که انشالله یه داداش خوشگل، یه خواهر مهربون به تو هدیه بده. بله. و به هر بچه که تنهایی. ممنونم که توی برنامه خودت شرکت کردی. بازم میای توی برنامه ما؟ بله. خسته نشدی؟ خیلی کم. خب به اتفاق آقا یاسین از همه بیننده ها خداحافظی می‌کنم.